به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. افسانه عادی بودن با زیر عنوان تروما، بیماری و درمان در فرهنگ‌های به اصطلاح سمی، اثری از گاوور مته و دانیل مته در مورد سلامتی است. سلامتی روانی و جسمانی افراد که این روزها به شدت در خطر قرار دارد. نویسنده در این کتاب به ما نشان می‌دهد که سبک زندگی امروزی چطور ما را تحت سلطه خود درآورده و آسیب‌های بیشماری به سلامتی جسمانی و روانیمان می‌زند. گاوور مته به عنوان یک پزشک در این کتاب با همراهی دانیل مته پسرش حاصل سالها تحقیقاتش را در اختیار خوانندگان قرار داده است. این کتاب توسط نشر میلکان در تهران در 1402 چاپ شده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. مترجم این کتاب آراز بارسقیان هستند و بسیار این ترجمه زیباست. لطفاً با من همراه باشید. برای عزیزترین آدم زندگیم ریا، همسرم، کسی که قبل از اینکه بتوانم خودم متوجه خودم باشم حواسش به من است و مرا پیش از اینکه بتوانم عاشق خودم باشم عاشقانه دوست دارد. هیچ کدام از نوشته‌هایم بدون حضور او وجود نداشت و برای فرزندانی که با هم داریم، دانیل، آرون و هانا، فرزندانی که جهان ما را روشن می کند. بهترین پزشک همانا بهترین فیلسوف است. جالینوس، پزشک یونان باستان و اهل پرگامون. درباره کتاب افسانه عادی بودن اثر گاوور مته نگاهی به روند زندگی خودتان بیاندازید. در طول هفته چقدر در معرض استرس هستید؟ چقدر غذای ناسالم مصرف می‌کنید؟ چقدر از عمرتان را پای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و داده‌های نامطمئنشان دور می‌ریزید؟ حالا به زندگی اطرافیانتان نگاه کنید. آیا وضعیت بهتری دارند؟ کتاب افسانه عادی بودن به ما میگوید صرف اینکه آدم‌های زیادی به یک شکل زندگی می‌کنند باعث نمی‌شود آن شکل از زندگی عادی باشد. ما زندگی عادی نداریم چون مدام در معرض آسیب و خطریم و هر لحظه به بیماری نزدیکتر می‌شویم. در واقع می‌شود گفت افراد بیمار عادی‌تر از ما هستند چون به این سبک زندگی ناسالم پاسخ دادند. گاوور مته یک پزشک است و سالهای سال از عمرش را صرف سلامتی و پشت پرده آن کرده است. او در این کتاب شما را وامی دارد سبک زندگیتان را بازبینی کنید و دیدگاه تازه‌ای به سلامتی به دست بیاورید. سبک نوشتن کتاب نیز ساده و شفاف است و هر کس در هر شرایطی می‌تواند از مطالعه‌اش بهره ببرد. همه ما به عنوان بزرگسال‌هایی که در بطن جامعه زیست می‌کنیم می‌توانیم با این کتاب تکانی بخوریم. نگاهی به سبک زندگیمان بیاندازیم و ببینیم واقعاً چیزی که دنیای مدرن به عنوان زندگی عادی به ما القا کرده امری عادی است. اصلاً عادی به چه معناست و چه کسی حدودش را مشخص می‌کند؟ زندگی پر استرس امروز می‌تواند قاتل سلامتی جسمانی و روانیمان باشد، در صورتی که کمی آگاهی و مراقبت ممکن است بازی را تغییر دهد. چرا باید افسانه عادی بودن با ترجمه آراژ بارسقیان را بخوانیم؟ چون در معرض امواج رسانه‌هاییم، چون در زندگی مدرن غرق شده‌ایم و چون سلامتی با ارزش‌ترین دارایی ماست که در غیابش هیچ چیز دیگری نداریم.
مطالعه افسانه عادی بودن باعث می شود حداقل نیازهایمان را به بهانه اینکه نوع زندگیمان عادی است نادیده نگیریم. حواسمان به گنج سلامتی باشد و کمتر به تعریف‌های جامعه تن بدهیم. گابور مته پزشک مجارستانی کانادایی است. پزشک پژوهشگری که سالهای سال در مورد بیماری‌های شایع پژوهش کرده و نتایج پژوهش‌هایش را با کتاب‌های خواندنی با عموم مردم به اشتراک گذاشته است. آثار او تحسین برانگیز و مفیدند و به خواننده تلنگر می‌زنند. فرهنگ سمی به چه معناست؟ فرهنگ سمی فرهنگی است که با ایجاد انواع آلودگی‌ها و باورهای غلط سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و در عین حال به آنها القا می‌کند یک زندگی کاملاً عادی و بروز دارند. در ضمن فرهنگ سمی می‌تواند با القای باورهای غلط به اعتماد به نفس و عزت نفس شما هم ضربه بزند و به طور کلی از نظر روحی و جسمی تضعیفتان کند. فرهنگ سمی چیزی است که خودش را به ما القا می‌کند و این کار را چنان ماهرانه انجام می‌دهد که گاهی ناخودآگاه مجبور می‌شویم به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر آن را بپذیریم. مختصری در مورد مفهوم تروما. تروما برگرفته از یک واژه یونانی به معنای زخم است و به آسیب‌های روانی شدید اطلاق می‌شود. اتفاقهایی مثل مرگ عزیزان، تجربه خشونت و تجاوز، تصادفات وحشتناک و هر حادثه تلخ دیگری می‌تواند در ما ایجاد تروما کند. مسئله مهم این است که چطور باید با تروما روبرو شد. کتاب افسانه عادی بودن در بخش‌هایی هم به سراغ شکافتن تروما می‌رود و نشان می‌دهد ارتباط تروما با زندگی مدرن چیست و در این وضعیت چطور باید تروماها را شناسایی کرد. منظور نویسندگان از عادی بودن و افسانه آن چیست؟ افسانه عادی بودن در واقع می‌تواند توهم عادی بودن باشد. همه ما بر اثر تأثیرات جامعه و القاءات زندگی مدرن تصور می‌کنیم آدم‌های عادی هستیم. تصور می‌کنیم استرس و اضطراب و تروما، ساعت‌ها در ترافیک ماندن، خوردن غذاهای ناسالم، تن دادن به باورهای جامعه و مسائلی از این دست مسائلی عادی هستند. در حالی که اصلاً اینطور نیست و نه از نظر منطقی و نه از نظر طبیعی زندگی عادی نمی‌تواند این شکلی باشد. در واقع ما با افسانه عادی بودن زندگی می‌کنیم و خودمان را فریب می‌دهیم که آدم‌های نرمالی هستیم. نظرات افراد و مجله‌های مشهور درباره کتاب افسانه عادی بودن می‌گوید که کتاب قدرتمندی است که در همان اوایل انتشاراتش تحسین‌های زیادی برانگیخت. بسیاری از منتقدان و ناشران در مورد این کتاب سخن گفتند و با من همراه باشید تا فصل اول این کتاب را شروع کنیم. بخش اول، طبیعت به هم مرتبط ما. چون خود به شکل گسسته فکر می‌کنیم، در اطرافمان همه چیز را به صورت گسسته از هم می‌بینیم و همین شکل مشاهده است که ما را به ساخت دنیایی عملاً قطعه قطعه سوق می‌دهد. سوزان گریفتین، هم آوایی سنگ ها. فصل اول، آخرین جایی که می‌خواهی باشی. واقعیت هایی در مورد تروما. آخرین جایی که می‌خواهید در آن حضور داشته باشید، جنبه‌های مختلف تروما بدون انگاشتن نوعی تروما، تصور افق زندگی افراد دشوار است. از آن دشوارتر برای اکثریت این است که بدانند حالا باید با چنین ترومایی چه کار کرد. مارک اپستین، ترومای زندگی روزمره. تصور کنید حدود 6 سال پیش از نوشتن این کتاب، نویسنده محترم شما در برهه حساس 71 سالگی بعد از ایراد سخنرانی خوبی از فیلادلفیا به ونکوور برمیگردد. سخنرانی موفقیت آمیز بود.
با شنوندگانی همه علاقه‌مند به حرفها و گفته‌هایم درباره اعتیاد و تروما. حرفها تأثیر خودش را در آدم‌ها گذاشته بود. سفری بسیار آرام داشتم که برایم غیرمنتظره بود. به لطف کسی در شرکت هواپیمایی ایر کانادا بلیت بزینس کلاس گرفته بودم. داشتم از آسمان ونکوور چشمانداز بکر دریا را می‌دیدم. عین این بچه کوچولوهایی که یک کار خوب می‌کنند و آرام گوشه‌ای می‌نشینند، برای خودم نشسته بودم و از صورتم می‌بارید که وای چه پسر خوبیم. تا هواپیما فرود آمد و با ماشین به طرف خروجی راه افتادیم. پیامی از طرف همسرم آمد. صفحه گوشیم روشن شد و اسم و پیام ریا ظاهر شد. ببخشید، هنوز از خانه بیرون نزدم. میخواهی بیایم دنبالت؟ خشکم داد. خشم جای رضایت نشست. مختصر و خشک نوشتم بی خیال و تمام. با بدخلقی از هواپیما پیاده شدم. امور عادی فرودگاه را انجام دادم و تاکسی گرفتم. تمام راه 20 دقیقه طول کشید. امیدوارم خواننده عزیز تا اینجا بی‌حرمتی را که به نویسنده محترم شده است دریافته باشد و با او همدلی‌اش را شروع کرده باشد. تا چشمم به همسرم افتاد زیر لب سلامی بیرون دادم. اصلا شبیه خوشامدگویی نبود. به زور حتی نگاهی به او انداختم. راستش حتی تا 24 ساعت بعد باهاش چش تو چش هم نشدم. وقتی صدایم میکرد به زور یک صدایی از خودم در میآوردم. از خیره شدن اجتناب میکردم. بخش بالایی صورتم پرتنش و بی حرکت بود. دکم به طور ناخودآگاه تکان نمیخورد. چم شده بود؟ آیا این واکنش آدم بالغی است که 70 سال را رد کرده؟ فقط یک واکنش سطحی است. در چنین مواقعی گبوری که حضور دارد گبور بزرگی نیست یا گابور بزرگی نیست. اسم نویسنده اینجا ذکر شده. بیشتر وجودم در بعدهایی از گذشته دور است. در اوایل زندگیم ماندم. چون این پرش زمانی، روانی و عاطفی من را از مقیم موقعیت حال شدن دور می کند. این خود یکی از آثار تروماست. در واقع موضوع بنیادی برای بسیاری که در این فرهنگ هستند. در واقع چنان عمیق بنیادی است که خیلی از ماها حتی نمی‌دانیم چون این چیزی وجود دارد. واژه تروما به یونانی یعنی زخم. متوجه باشیم یا نباشیم این زخم خوردگی ما یا شکل برخورد با آن است که نشان می‌دهد رفتارمان باید چه باشد. باعث شکل یافتن عادت‌های اجتماعی است و طرز فکر ما را درباره جهان معین می‌کند. این تروما تعیین کننده دو چیز است. آیا می‌توانیم یا نمی‌توانیم به مهمترین چیزهای زندگیمان عقلانی فکر کنیم یا نه؟ آیا تواناییش را داریم یا نه؟ برای بسیاری از ما چون این وضعیتی در نزدیکترین شراکت‌ها دخالت می‌کند و باعث انواع و اقسام موذیگری‌های رابطه‌ای می‌شود. در سال 1889 روانپزشک پیشگام فرانسوی به نام پیر ژانت خاطرات تروماتیک را با چنین کلامی به دیگران ارائه کرد. او گفت این خاطرات ترومایی در کنش‌ها و واکنش‌های خودکار ما وجود دارد. در احساساتی که بروز می‌دهیم و نگاه‌هایی که به چیزهای مختلف داریم. آنها در بازآفرینی‌ها و تکرارهای غریزی احساسات ما بروز پیدا می‌کنند. پیتر لوین روانپزشک و درمانگر معروف قرن حاضر نوشت که شوک‌های خاص به اندام‌ها می‌تواند تعادل زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی افراد را تا حدی تغییر دهد که خاطره رخدادی خاص به یک عیب تبدیل شود و آن عیب همه تجربیات او را فرا گیرد. همین باعث می شود که نتواند اتفاق خوبی را که در لحظه دارد میافتد قدر بداند. لوین اسم این اتفاق را گذاشته است استبداد امر گذشته. درباره مسئله‌ای که من داشتم، چهارچوب رفتار بدم با همسرم
و آن پیام را می توانیم در دفتر خاطرات مادرم پیدا کنیم. نوشته‌هایی ناخوانا و ادواری، یادداشت‌هایی که در سالهای اولیه زندگیم در زمان جنگ و پسا جنگ جهانی دوم در بوداپست نوشته شدند. آنچه خواهید خواند ترجمه خودم از زبان مجارستانی است. این نوشته متعلق به 8 آوریل 1945 است. من در آن زمان 14 ماهه بودم. مرد کوچک عزیزم، بعد از چندین ماه دوباره قلم در دست گرفتم. تصویر محدودی از دهشت وصف ناپذیری که این دوران برایم داشت ترسیم می کنم. از جزئیاتی که دوست ندارم تو بدانی. 12 دسامبر بود که نیروهای صلیب تیر و کمان ما را مجبور کردند در گتوی بوداپست جاگیر شویم. در میان گتو سیم خاردار کشیده شده است. آنجا ما به سختی توانستیم در خانه‌ای که تحت حفاظت سوئیسی‌ها بود منزل کنیم. بعد از 2 روز تو را به همراه آدم غریبه‌ای پیش خاله ویولایت فرستادم. دیدم که اندام کوچکت دیگر تاب زندگی در شرایط ساختمان را ندارد. حالا 5-6 هفته است که نمیتوانم ببینمت و این روزها وحشتناکترین روزهای زندگیم است. من به لطف مهربانی و شجاعت زنی مسیحی که مادرم در خیابان بهش اعتماد کرد زنده ماندم. این زن من را به اقوامم رساند که در اوضاع نسبتاً امن‌تری مخفی شده بودند. بعد از اینکه ارتش شوروی آلمان‌ها را فراری داد دوباره به مادرم رسیدم. وقتی به او رسیدم تا چندین روز بهش نگاه نمی‌کردم. جان بالبی، روانپزشک و روانشناس بزرگ قرن 20 بریتانیایی، با چنین رفتاری آشنایی دارد. او اسمش را گذاشته است جدایی. او در درمانگاه خود 10 کودک را زیر نظر گرفت. آنها کسانی بودند که در وضعیتی کنترل نشدنی از والدینشان جدا افتاده بودند. او مشاهداتش را چنین بیان می‌کند: بچه‌ها بعد از اینکه مادر را بعد از چند روز یا هفته‌ها دوری می‌دیدند، هر کدامشان تا حد مشخصی از خود حالت جدایی بروز می‌دادند. 2 نفر از آنها که اصلاً انگار مادرشان را نمی‌شناختند. 8 نفر دیگر از مادرانشان رو گرفتند یا حتی خودشان را از آنها دور کردند. بیشترشان گریه کردند یا تا پایش رفتند. تعداد آنها بین چهره بی احساس یا گریان در نوسان بود. این شاید دور از عقل باشد، ولی این نفی بازتابی مادری که بچه‌اش را دوست دارد امری است که می شود بهش خو کرد. ذهن جوان کودک می گوید وقتی ترکم کردی آزرده شدم. الان دیگر نمی خواهم با تو از نوع ارتباط بگیرم. جرأت ندارم خودم را دوباره در برابر درد ترک شدگی قرار دهم. در بسیاری کودکان که مطمئناً خودم هم جزئی از آنان محسوب می شدم، واکنش‌های اولیه اینچنینی در سیستم عصبی ثبت می شود. در ذهن و تن هم همینطور. این نقش ویرانگری در روابط آینده می گذارد. این قضیه بازتاب خود را در واکنش به هر واقعه‌ای که اندکی یادآور نقش اولیه باشد بروز می دهد. گاهی این واکنش اصلاً باعث یادآوری موقعیت قبلی هم نیست. بداخلاقی و رفتار دفاعیم با همسرم نشانه‌ای بود از آن مدارهای عمیق احساسی مغزی و قدیمی، چیزی که در دوران طفولیت برنامه‌ریزی شده و عقل مرا در بر گرفته است. این در حالتی است که بخش‌های منطق، آرامش و خود تنظیمگر مغزم از کار افتاده بود. بسلفن در کلک روانپزشک می‌نویسد تمام تروما برای مرحله پیشاگفتار آدمی است. نظری که می‌دهد از 2 جنبه درست است. در ابتدا باید بگوییم زخم‌های روانی که به ما تحمیل می‌شود برای قبل از دورانی است که مغزمان بتواند یک روایت کلامی را صورتبندی کند. نمونه‌اش اتفاقی که برای خودم افتاد. منظر دوم برای وقتی است که ما قابلیت زبانی پیدا می‌کنیم.
در این موقع هم برخی از ضعف‌ها که در نواحی مختلف سیستم عصبی ما نقش می‌بندد هیچ ربطی به زمان یا مفاهیم ندارد. این شامل نقاط مختلفی از مغز می‌شود. البته در دیگر نقاط بدن هم وجود دارد. آنها در بخش‌هایی از ما ذخیره می‌شوند که کلام و افکار نمی‌تواند مستقیم به آنها دسترسی پیدا کند. شاید حتی بتوانیم این سطح از رمزگذاری تروماتیک را چیزی غیر کلامی بنامیم. پیتر لوین توضیح می‌دهد خاطره آشکار و آگاه فقط نوک مثال زدنی یک کوه یخی بسیار عمیق و غول‌پیکر است. فقط اشاره‌ای محدود به لایه زیر آب تجربه ضمنی ابتدایی دارد که ما را به رفتاری می‌کشاند که ذهن هوشیار به زور حتی می‌تواند تصورش کند. این را بگویم همسرم نگذاشت این رفتار تلخم را تماماً به پای ناراحتی از نازی‌ها و فاشیست‌ها و ترومای طفولیتم بنویسم. بله، دانستن این داستان می‌تواند حس همدردی و درک در او ایجاد کند. او بارها این دو حس را به من ابراز کرده. ولی دیگر به جایی می‌رسیم که گفتن این رفتارم گناهش گردن هیتلر است فایده ندارد. فرد باید مسئولیت بپذیرد. بعد از 24 ساعت درمانی در سکوت همسرم دیگر خسته شد. بس کن دیگر. من هم بس کردم. این خود نشانه از پیشرفت و بلوغ نسبیم بود. در گذشته بس کردن چندین روز یا حتی بیشتر طول می‌کشید. رنجش را دیر کنار می‌گذاشتم. طول می‌کشید یخ وجودم باز شود. چهره‌ام آرام آرام حالت راحتی می‌دید. صدایم نرم می‌شد و سرم با میل خودم می‌گشت و با همسرم عاشقانه برخورد می‌کردم. معمولاً غرولند می‌کنم. مشکلم این است که با یکی ازدواج کردم که درکم می‌کند. نیمی از حرفم شوخی است. البته که بهترین اتفاق برایم ازدواج با کسی است که مرزهای سالمی با او دارم. کسی که من را همانی که هستم می‌بیند و دیگر تحمل بار سنگین سفرهای بی برنامه و طولانیم به گذشته دور را ندارد. تروما چیست و چه می‌کند؟ اثری که تروما در ما می‌گذارد از آنچه تصور می‌کنیم شایع‌تر است. این حرف شاید آدم را گیج کند. علتش ممکن است استفاده بیش از حد واژه تروما در جامعه ما باشد. در ضمن یادمان نرود که این واژه چندین بار عاطفی در گفتار هم به خود می‌گیرد که باعث می‌شود معنایش گیج کننده و رقیق شود. ما به برآوردی مشخص و فراگیر نیاز داریم، به خصوص در زمینه مسائل مربوط به سلامت، چون همه چیز به هم متصل است. نیاز به این برآورد در همه حیطه‌های اجتماعی هم هست. مفهوم عادی تروما تصوراتی از رخدادهای فاجعه بار را به ذهن متبادر می‌کند. طوفان‌ها، سوءاستفاده‌ها، قصور کردن افراطی و جنگ. این تأثیری گمراه کننده و ناخواسته در تنزل تروما به قلمرو امر ناهنجار، نامعقول و استثنایی دارد. اگر طبقه‌ای وجود داشته باشد که نامش را طبقه مردمان تروما زده بنامیم، معنایش این است که بیشتر ما دچار تروما نیستیم. اینجا بدجوری اصل قضیه را نادیده گرفتیم. تروما فرهنگ ما را پر کرده است. از عملکردهای شخصی ما گرفته تا روابط اجتماعیمان، والد بودنمان، آموزش، فرهنگ عامیانه، اقتصاد و سیاست. در واقع کسی که بدون نشانه‌های تروماست در جامعه ما آدمی مطرود است. ما کی به حقیقت نزدیکتر می‌شویم؟ وقتی این سوال‌ها را مطرح کنیم، هر کدام در طیف وسیع و شامل همه چیز تروما قرار می‌گیریم. اینکه همه چیز را در بر می‌گیرد برایمان شگفت‌انگیز است. هر کدام از ما چه میزان نشانه‌های بسیارش را در طول عمر با خود هم می‌کنیم و آنها چه تأثیری در ما دارند؟ و وقتی با آنها آشناتر و نزدیکتر شویم چه امکاناتی را برایمان ایجاد می‌کنند؟ سوال اساسی‌تر اول پیش می‌آید: تروما چیست؟ وقتی از این واژه استفاده می‌کنم منظورم یک آسیب درونی است. پارگی ماندگار
یا جدایی درون نفس ما. علتش هم دشواری یا آسیب زنندگی رخدادهاست. با این تعریف می‌فهمیم که تروما عملاً چیزی است که درون شخص رخ می‌دهد. این اتفاق درونی نتیجه رخدادهای دشوار یا آسیب زننده است که به شکل بلا بر سر فرد نازل می‌شود. در نتیجه مسئله خود رخدادها نیست. من تروما را اینطوری صورت‌بندی می‌کنم: تروما اتفاقی نیست که بر شما واقع می‌شود، بلکه اتفاقی است که درون شما رخ می‌دهد. مثلا تصادف با ماشین، یکی ضربه مغزی می‌شود. تصادفی اتفاق افتاده است که رخ داده است. آسیبی که فرد می‌بیند ماندگار است. به همین ترتیب تروما آسیب روانی است. در سیستم عصبی، ذهن و تن ما جا خوش می‌کند و تا مدت‌ها بعد از حوادث اصلی به زندگی خود ادامه می‌دهد و هر لحظه ممکن است دوباره سر باز کند. تروما منظومه‌ای از ناملایمات است که باعث شکل دادن به خود آن زخم می‌شود و مازاد بارش می‌شود زخم خوردگی ما که بر تن و جان ما تحمیل می‌کند. احساسات حل نشده‌ای که به سراغ ما می‌آیند، آنها با خود دینامیک‌های مقابله‌شان را دیکته می‌کنند. مجموعه‌ای از متون تراژیک، ملودرام یا عصبی که بدون اینکه بهشان فکر کنیم به شکلی اجتناب ناپذیر زندگیشان می‌کنیم. تازه یکی از چندین تأثیر آنها فقط عوارضی است که در تن ما می‌گذارد. وقتی زخمی به خودی خود ترمیم نمی‌شود، یکی از این دو اتفاق رخ می‌دهد: یا همینطور خام باقی می‌ماند یا در بیشتر اوقات جایش یک لایه سنگین از جای زخم می‌نشیند. زخم باز منشأ مداوم درد است. جایی است که بارها و بارها سرش آسیب می‌بینیم. این آسیب شاید کوچکترین تکانه ممکن باشد. این ممکن است کاری کند که تا ابد گوش به زنگ باشیم، یعنی همیشه مشغول مراقبت از زخم‌هایمان باشیم و همین باعث می‌شود توانایی محدودی در رفتار انعطاف پذیر داشته باشیم. باعث می‌شود نتوانیم با اعتماد به نفس بیشتر عمل کنیم، چرا که می‌ترسیم دوباره آسیب ببینیم. زخم‌ها ممکن است بر هم ترجیح داده شوند، یعنی هم ازشان محافظت شود، هم بافت‌های خود را در کنار هم داشته باشند، ولی اشکالات خودشان را هم حفظ کنند. آن زخم می‌شود چیزی صفر به هم فشرده، انعطاف ناپذیر، ناتوان در رشد و منطقه‌ای بی‌حس. آن گوشت اصلی که بافت زنده و سالمی داشت دیگر نمی‌تواند از نو بافت تولید کند. تروما دیدگاه شرمسار محورانه به نفس فرد را پرورش می‌دهد. یکی از غم‌انگیزترین نامه‌هایی که دریافت کردم نامه مردی اهل سیاتل بود. او کتاب من درباره اعتیاد را خوانده بود. من در کتاب در قلمرو ارواح گرسنه نشان داده بودم که اعتیاد در اصل نتیجه ترومایی در دوران کودکی است. تنها عاملش نیست، بلکه رایج‌ترین هم هست. این مرد که 6 سال بود ترک کرده بود، همچنان درگیری داشت. 1 دهه بود کار نکرده بود و به خاطر اختلال وسواس فکری عملی تحت درمان بود. کتابم برایش شگفت‌انگیز بود، ولی برایم نوشته بود: من در برابر موقعیت مناسبی که برای سرزنش مادرم داشتم مقاومت می‌کنم. اگر آدم گندی هستم به خاطر خودم است. اینجا بود که فقط آه کشیدم. شرمی که باعث حمله به خود شود به سادگی می‌تواند به مسئولیت شخصی تبدیل شود. در ضمن اون نکته اصلی را متوجه نبود. در کتاب هیچ وقت به این اشاره نکردم که والدین را سرزنش کنید. حتی این کار را تایید هم نکردم. در واقع در چند صفحه توضیح دادم که سرزنش والدین کاری بیمورد، نادرست و غیر علمی است. محرک این مرد برای دفاع از مادرش دفاع در برابر حرف من یا دلالت بر حرفهای من نبود، بلکه دفاعی بود در مقابل خشم نادیده گرفته شده خودش، خشمی که در جایی عمیقاً منجمد است، جایی که نمیتواند خروجی سالم برایش پیدا کند. احساسی است که به شکل تنفر از خود علیه این مرد شده است.
گرشن کافمن روانشناس می‌نویسد در تجربه شرم آگاهی برایی از خودمان وجود دارد. این آگاهی برا در واقع آگاهی از وجود چیزی بنیادین معیوب و البته زنده در مای انسان است. آدم‌هایی که زخم‌های ترومایی دارند تقریباً بدون اینکه بدانند نگاه شرم محوری به خود دارند. این نگاه در هسته مرکزی آنها شکل می‌گیرد و می‌شود خود ادراکی که سبب می‌شود هر کدام از این اشخاص آگاهی زیادی از آن داشته باشد. یکی از چنین پیامدهای سمی شرم از دست رفتن همدردی با خود است. هرچه تروما بدتر باشد این وضعیت عمده‌تر است. داشتن نگاهی منفی به نفس و خود همیشه از طریق آگاهی هوشیارانه نیست و شاید حتی خود را به شکل دیگری نشان دهد. داشتن عزت نفس زیادی. برخی یک روکش آهنی تن خود می کنند. این روکش از بزرگنمایی و نفی هر نوع ناتوانی خودشان است. اینطوری شرم چنین افرادی را از پای نمی اندازد. این زیادی باد کردن خود مسلماً بازتاب خودبیزاری است. در اصل این خودبیزاری سرافکندگی آنها در برابر خودکمبینی آنهاست، ولو اینکه این خودباد کردن حالتی بسیار عادی تر شده دارد. این نشانی از جنون فرهنگی ما دارد، جنونی که در آن افراد برای فرار از شرم به خودشیفتگی بیشرمانه می‌رسند. آنها با این کار خیال دارند به موقعیت و موفقیت بالاتر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برسند. آسیاب فرهنگ ما توانسته برخی از تروما زده ترین افراد را به خاک تبدیل کند، ولی از طرفی هم توانسته باعث شود برخی از آنها به بالاترین جایگاه‌های قدرت برسند. البته این به پس زمینه طبقاتی، امکانات اقتصادی، نژاد و گزاره‌های دیگر هم بستگی دارد. یکی از مشترکین اشکال شرم در این فرهنگ وجود چنین باوری است: من کافی نیستم. الیزابت ورسل نویسنده‌ای بود که در 52 سالگی بر اثر سرطان سینه درگذشت. این اتفاق در سال 2020 افتاد. او از همان دوران کودکی دچار افسردگی شده بود. کودکی تروما زده داشت. شروعش هم یک راز عمدی بود، رازی که نمیگذاشت بفهمد پدرش کیست. او در خود زندگی نامه‌اش که در مجله نیویورک منتشر شد گفت: به ویرانی افتاده بودم، افسردگی مزمن داشتم. این افسردگی از 10 سالگی شروع شده بود، ولی عوض اینکه باعث از بین رفتن اراده هم شود به هم انگیزه میداد. خیال کردم اگر در هر کاری که پیش پایم است، بزرگ و کوچکش فرقی ندارد، به اندازه کافی خوب باشم، شاید بتوانم چند دقیقه احساس خوشبختی کنم. متقاعد شدن فرد از ناتوانیش در بسیاری اوقات باعث جرقه کاری می شود و از طرفی باعث تحریک لحظات بیماری. معمولاً هم هر دوی این اتفاقات در یک فرد رخ داده است. تروما نگاه ما به دنیا را از ریخت می اندازد. مجموعه گفتارهای همیشه ماندگار بودا، یعنی دها ما پدا، چنین آغاز می شود: هر چیزی عقلی در رهبریش دارد، در صف مقدمش عقلی دارد، این عقل را یک عقل ساخته است. و اگر بخواهیم به زبان دیگر همین حرف را بگوییم، باید گفت دنیایی که به آن باور داریم در نهایت دنیایی می شود که در آن زندگی خواهیم کرد. اگر دنیا را مکانی خصمانه ببینیم، دنیایی که فقط در آن برندگان امکان رشد دارند، در نتیجه در چنین محیطی من نوعی هم باید برای بقا آدمی متخاصم و خودخواه و پرکبکبه و دبدبه بشوم. همین باعث می شود در ادامه زندگی هم به سمت محیط‌های رقابتی و جهتی بروم که آن نگاه را تایید بکند و بر اعتبار این نگاه صحه بگذارد. باورهای ما هم معطوف به مقصود خودمان است، هم باعث ساخت جهان می شود. اگر به خودم جرأت بدهم، باید بگویم بودا یک چیزی را نگفت. قبل از اینکه عقل بتواند جهان را بسازد، جهان است که عقلهای ما را می سازد.
تروما، به خصوص تروماهایی که تأثیرهای عمیق دارند، جهانی پر از درد و ترس و شک را به ما القا می‌کنند. عینکی به چشم ما می‌گذارند که هم باعث از ریخ افتادن دنیاست و هم باعث تعیین نگاه ما به چیزهای مختلف. از طریق نیروی نفی محض دیدگاه الکی خوشبینانه‌ای به وجود می‌آورد که چشم ما را به خطرهای واقعی و حاضر در جهان می‌بندد. لایه‌ای برای پوشاندن ترسی که می‌ترسیم بر آن صحه بگذاریم. آدمی شاید یک کار دیگر هم بکند. برای نادیده گرفتن حقایق دردآور با ایجاد عادت دروغ گفتن به خودش و دیگران به زندگی ادامه دهد. تروما ما را با زبان حال بیگانه می کند. و این کتاب زیبا همچنان ادامه داره و حتما بهتون پیشنهاد می کنم این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. بسیار زیباست. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.